سلام، این بار هم کنارتونیم با یه تاپنامه دیگه. بریم سراغ اولیش. آیا میدونستین که دلفین ها یک قطره آبم از آب دریا نمی نوشن؟ چون مانند انسان ها آب دریا باعث بیماری اونها میشه و اونا آب مورد نیاز بدنشونو از غذایی که میخورن به دست میارن. آیا میدونستین که زهر زنبورهای غول پیکر و قرمز ژاپنی به قدری قدرت داره که میتونه مثل اسید پوست بدن انسانها رو ذوب کنه؟ و یا اینکه نوشیدن نوشابه‌های رژیمی مانند کراک و شیشه مینای دندون رو نابود میکنه؟ آیا میدونستید که در جزیره اوکیناوای ژاپن بیشتر از 450 انسان بالاتر از 100 سال وجود داره و به همین دلیل لقب سالمترین مکان دنیا رو به این جزیره دادن؟ یه دونستنی جالب دیگه این که هلندی ها کمک کانادایی ها در جنگ جهانی دوم به این کشور رو فراموش نکردن و هر سال 20,000 گل زیبای لاله رو به رسم قدردانی از کانادا به این کشور میفرستن. آیا میدونستین که اسباب بازی لگو روی تکه های گرد و خطرناک برای بچه ها مثل کله آدما یک سوراخ گذاشته که اگه داخل حلق بچه‌ای شد راه نفسش باز باشه؟ و یا اینکه تا حالا دوربینی که به قدرت چشم انسان باشه ساخته نشده، چون اگه بر پایه مگاپیکسل حساب کنیم چشم انسان 576 مگاپیکسله. آیا میدونستین که یک حیوان وحشی به نام پلنگشیر وجود داره؟ این پلنگشیر حاصل آمیزش پلنگ نر و شیر ماده است و احتمالاً نمیدونید که یک نوع کوسه به نام سنتایگر وجود داره که وقتی حامله میشه تو شکمش یک جنگ تموم عیار بین جنین‌ها در جریانه و در وقت زایمان جنینی که از همه قوی تره و تونسته بقیه رو ضرب فنی بکنه به دنیا میاد. آیا میدونستید که یک خانم آلمانی به نام ورونیکا سیدر هست که قدرت بیناییش 20 برابر آدم‌های معمولیه؟ این خانم میتونه قیافه یک آدم رو از 1600 متری تشخیص بده. رکورد قوی ترین چشمان جهان هم در کتاب گینیس مربوط به همین خانومه. و حالا یه دونستنی در مورد حیات وحش، اینکه خرس خاکستری دارای قوی ترین فکه. این خرس میتونه که یک توپ بولینگ رو که جنس سختی داره در دهان خودش به راحتی خرد بکنه. آیا میدونستین که در شهر چرچیل مانیتوبای کانادا همه مردم موظفن که در ماشیناشونو باز بذارن و قفل کردن در ماشین غیر قانونیه؟ چون که بیشتر از 900 خرس قطبی در اطراف این شهر زندگی میکنن و در باز ماشین ها جون کسی که از دست این خرس ها فرار میکنه رو میتونه که نجات بده و مردم میتونن داخل این ماشین ها پناه بگیرن. و اما یه دونستنی جالب برای خانم ها، اینکه علاقه خانم های هندی به طلا اونها رو مالک 18,000 تن طلا کرده که این مقدار 11% کل طلای جهانه. و اما یک دونستنی هشدار دهنده، روی گوشی تلفن‌های همراه 10 برابر صندلی توالت فرنگی باکتری وجود داره. آیا میدونستین که مارک زاکربرگ مالک فیسبوک کور رنگی داره؟ و رنگ قرمز و سبز رو نمیتونه خوب تشخیص بده. برای همینه که همه چیز توی فیسبوک آبیه. آیا میدونستین کتابی وجود داره به نام هر چیزی که مردان درباره زنان میدونند و شامل 100 صفحه است و تمام برگ‌های اون سفیده؟ و یا اینکه فقط 12 نفر در دنیا وجود دارند که مبتلا به بیماری هایپرتایمزیا هستند و شخص مبتلا به این بیماری هیچ چیزی رو فراموش نمی‌کنه و تمام تجربیات زندگیش رو با جزئیات به خاطر میسپره. مرسی که این بار هم همراه ما بودید.